بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام ارادت خدمت تمام بینندگان و متعلمین محترم. امیدوار هستیم که عافیتمند باشین. در ادامه بحث‌های بیولوژی صنف 12 رسیدیم به جلسه 7 فصل 5. ما اگر یادتان باشد در چند جلسه ای هست که سیستم مدافع بدن بحث میکنیم. در این جلسه بحث سیستم مدافع بدن را پی میگیریم و انتظار داریم که بحث‌های دفاع اختصاصی که یکی از مهمترین بحث‌های سیستم مدافع است را بحث کنیم. در او بحث ما بحث سیستم اختصاصی هومورال و حجروی را بحث خواهیم کرد. در ادامه انواع حجرات سفید خون را با هم دیگه میشناسیم و عملکرد هر کدام را خواهیم گفت و طبق روال برنامه پایان این جلسه با سوالای کانکور خواهد بود. با ما همراه باشید. مدافعه بدن یک قسمت مهمی از عملکردها و عملیه‌های بیولوژیک بدن بود که ما دربارش تقریبا مختصر درباره اختصاصی اما به طور کامل در بحث غیر اختصاصی صحبت کردیم. در این جلسه بنا داریم که دفاع اختصاصی بدن را درباره‌اش صحبت کنیم. دفاع اختصاصی بدن شامل 2 قسمت هست: همورال که مسئولش لمفوسید بی هست و حجروی که لمفوسیدهای تی در او نقش ایفا میکنه. تصویری که میبینین یکیش مربوط به دفاع اختصاصی همورال هست و یکیش مربوط به دفاع اختصاصی حجروی که لمفوسیدهای تی مسئول او می باشن. اما اولین بحث دفاع همورال. در این بحث ما میبینیم که واژه‌ای به نام همورز به معنای مایعات داریم. این مایعات میتونه خون، لنف، مایع بین حجروی باشه و دفاع همورال هم از این واژه گرفته شده و پس ما انتظار داریم که در این دفاع ما دفاع را در قسمت مایعات بدن داشته باشیم. آن چیزی که در درون دفاع همورال نقش اساسی را ایفا میکنه لمفوسیدهای بی هستند. لمفوسیدهای بی می توانند تولید آنتیبادی کنند و به این ترتیب میکروب های موجود در مایع بدن که خارج حجره هستند را از بین ببره. شما اگر توجه کنید در این تصویر، این عملکرد دفاع همورال بدن را در حال توضیح دادن و نشان دادن هست که درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. توجه داشته باشین که ما واژه‌ای به نام آنتیبادی را داریم. آنتیبادی هم در این شکل شما میتوانین هم در بحث‌ها میتوانین رو ببینین. آنتیبادی آن ماده است که از لنفوسید بی ترشح میشه و کاملا اختصاصی با یک آنتیژن خارجی مقابله میکنه و با او در دفاع بدن بالاخره شرکت میکنه. پس توجه کنید، ما در لنفوسید بی ترشح و تولید آنتیبادی داریم. آنتیبادی خودش میتونه آنتیژن های مختص خودش را بشناسه و او را از بین ببره. برای اینکه بتونه آنتیژن ها را تشخیص بده قاعدتا ما نیاز به یک گیرنده خاصی هستیم و گفتیم که این گیرنده ها باید با هم دیگر متصل بشن و مچ بشن و لذا از نظر شکلی و از نظر کیمیایی مکمل یکدیگر هستند. توجه داشته باشین نحوه مقابله در دفاع همورال را با هم دیگه بررسی کنیم. الان در نظر بگیرید تصویر این باکتریایی است که وارد بدن شده. برای چندمین بار فرض میگیریم برای اولین بار وارد شده. خب وقتی که وارد بدن شود بلا فاصله لمفوسیدهای بی با او مواجهه دارن و مواجهش به این معنا که باید برای او ماده یک آنتیبادی خاص ساخته شود. این قرمزهایی که در این تصویر می‌بینید اینا آنتیبادی هایی است که لمفوسید بی تولید کرده. خب این لمفوسیدها برای غیر فعال کردن او آنتیژن فوق العاده اهمیت دارد. خب برای این کار لمفوسید بی آنتیژن خاص را شناسایی و به او میچسبه
شروع میکنه به تولید لنفوسیدهای زیاد و تولید آنتیبادی های زیاد و در نتیجه با تولید آنتیبادی ما میبینیم که او عامل بیماریزا که میتونه باکتری باشه، میتونه یک ویروس باشه، غیر فعال میشه و از بین میره. خب این برای اولین بار است، اما گفتیم که محیط انسان پر از عوامل بیماریزی است. اگر همون عامل بیماریزا برای بار دوم وارد بدن بشه چه اتفاق میفته؟ اولا آنتیبادی ها در درون بدن وجود داره. یک، در مرحله دوم میبینیم که لنفوسیدهای بی سرعت تکثیرشان و تقسیمشان فوق العاده زیاد میشه. با زیاد شدن لنفوسیدهای بی ما انتظار داریم که او آنتیبادی خاص مربوط به او آنتیژن هم افزایش پیدا کنه و در نهایت ما میبینیم در بحث مدافعه شدت بیشتر و تأثیر بیشتری را شاهد هستیم. خب این نوع سیستم دفاعی فوق العاده کارآمد هست در برابر عوامل بیماریزا. در این شرایط ما میبینیم که در بحث روبرو شدن برای بار دوم و پاسخ ایمنی بدن فوق العاده قوی‌تر تر از مرحله اول خواهد بود. این از دفاع همورال و کار لنفوسید بی. در نکته‌ای که پایان جلسه نیاز را گفته شود این است که ما می‌بینیم که آنتیبادی میتونه آنتیژن را فعال کنه. گفتیم این آنتیژن میتونه یک باکتری باشه، یک ویروس باشه، یک عامل بیماریزا باشه. یکی از راههایی که میتونه غیر فعال کنه چسبیدن به آنتیژن هست و او را غیر فعال میکنه. البته راههای دیگه هم وجود داره که فعلا ما صرف نظر میگیم و نمیگیم. خب بحث بعدی ما یا قسمت دوم از دفاع اختصاصی بدن مربوط به دفاع حجروی است. اگر در این شکل توجه کنین شما میبینین که یک حجره سبز رنگی در نهایت توانسته حجره که به عنوان یک عامل بیماریزا شناخته شده، یک آنتیژن خاصه است، او را تخریب بکنه و از هم بپاشونه. خب این هم نشان دهنده است که ما میبینیم در دفاع حجروی یک مکانیزم مجزا نسبت به دفاع اصطلاحاً همورال سر کار می آید. خب در دفاع حجروی چه اتفاق می افته؟ لنفوسیدهای تی مسئول دفاع حجروی هستند. دقت کنین، لنفوسید بی مربوط به همورال بود و لنفوسید تی مربوط به دفاع حجروی هست. در این نوع دفاع ما شاهد هستیم که لنفوسیدهای تی باعث تخریب میکروب ها میشه و قاعدتا در داخل حجرات میتونه این عمل را انجام بده. خب این عمل اصطلاحاً یک دفاع حجروی هست. خب انواع حجرات سفید توجه کنین. حجرات سفید خونی که میتونه در دفاع حجروی شرکت کنه، قسم اولش چی است؟ حجرات سیتوتوکسیک تی هست. این حجرات میتونه او حجره هایی که به میکروب آلوده شده او را بشناسه و از بین ببره. دسته دوم از حجرات سفیدی که در دفاع حجروی شرکت میکنه حجرات بی هست. حجرات بی هم تشخیص میده میکروب را و بعد ماکروفاژ ها میتونه بیا او را از بین ببره. و دسته سوم از حجراتی که در بحث دفاع حجروی شرکت میکنه حجرات کمکی تی هست یا هلپر تی سل. این حجرات کمکی تی دو تا کار را میتونه بکنه. دقت کنین، حجرات کمکی تی اولا فعال کردن حجرات تی و حجرات بی را به عهده داره و نقش دومی هم که میدانشم بشه که فعالیت حجرات تی و بی رو با همدیگه هماهنگ میسازه و تا اینکه تداخل ایجاد نشود. خب اگه توجه کنین در اینجا آن چیزی که نقش ایمنی را داره او خود حجره هست، خود حجره سفید خون هست که میتونه نقش ایفا کنه. اما در دفاع حجروی دیدیم که یک ماده به نام آنتیبادی ترشح میشد و او میتوانست غیر فعال کنه. این تفاوت دفاع همورال و دفاع حجروی. اما مقایسه اگر بکنیم توجه کنیم در این اسلاید مطالب را با هم دیگه مرور کنیم. این یک دفاع همورال هست. اگر توجه کنین آنتیبادی ها توسط لنفوسیدها آزاد شده و متصل به
اصطلاحاً آنتیژن میشه و او را غیر فعال میسازه. خود حجره در این تصویر جایی نداره. به چه دلیل؟ دلیل که آنتیبادی هایش هست که نقش ایفا کنه. اما در نقطه مقابل در این قسمت اگه توجه کنین، شما در این قسمت میبینید که حجره تی را داریم، یک حجره مثل حجره سرطانی را تشخیص داده، خب بهش متصل میشه، او را در نهایت متلاشی میکنه و از بین میبره. او حجره کاملا تخریب شده و عامل بیمارزی حذف شده. خب این اگر توجه کنین خود حجره مستقیما وارد عمل شده. خب بعد از اینکه ما هر دو نوع هومورال و حجروی را شناختیم، حالا وارد نکات مهمی میشیم که در این بحث باید توجه بیشتر شود. خب نکته اولی که در نظر گرفته میشه این است که ما میبینیم که سیستم هومورال و حجروی با هم کار میکنن و با هم همزمان فعال هستند و هماهنگ کننده اینها حجرات کمکی تی هست. در این فرایند ما میبینیم که حجرات بی در خارج حجره و در بین مایع بین حجروی میتونه کار بکنه و حجره های تی قادر هستند میکروب را تخریب بکنند و در داخل حجره فعالیت هایش متمرکز میسازه. نکته بعدی هم که وجود داره که گفتیم حجرات کمکی تی فعالیت حجره بی و حجره تی را هماهنگ میسازه. خب نکته سوم و پایانی که در این جلسه قابل بیان کردن هست، به دلیل اهمیتی که مدافعه بدن داره و به دلیل اینکه ما با عوامل بیماریزای زیادی در محیط در حال دست و پنجه نرم کردن هستیم، تعداد حجراتی که مربوط به سیستم دفاعی بدن است فوق العاده زیاد است، به طوری که ما در درون بدن 100 تریلیون حجره داریم. از این 100 تریلیون شاهد هستیم 2 تریلیونش مربوط به حجرات سفید خون هستند که مسئول دفاع بدن هستند. این هم نشان دهنده اهمیتی که سیستم دفاعی بدن داره. خب در ادامه بحث با هم دیگه مرور بکنیم درس این جلسه را در قالب سوالای کانکور. اولین سوال، سل امونیتی یکی از مفاهیم زیر را افاده میکنه. خب اگه یاد باشه این واژه‌ای است که مربوط به دفاع حجروی است که در گزینه 1 آمده. بله، سل ایمونیتی یکی از مفاهیم زل را افاده می کند. همون سال در یک سال دیگه. و اگه یادتون باشه گزینه 3 در اینجا باز میبینید دفاع حجروی آمده. بله، هلپر تی سل به کدام اصطلاح گفته میشه؟ گزینه 4 و گزینه 3، گزینه 2. گزینه 2 رو توجه کنین، حجرات کمکی تی که همون اصطلاحاً هلپر تی سل باشه. گزینه 2 درسته. بله، حجرات زل در دفاع هومورال رول دارد. اگه یادتون باشه بی سل ها بودن که میتوانستن نقش ایفا کنن، لمفوسیت های بی. بله، از جمله 1 تریلیون حجرات بدن چند تریلیون آن را حجرات سفید خون تشکیل میده؟ خب اگه یادتون باشه 2 تریلیونی که در گزینه 3 میبینین. بله، کدام یک از حجرات ذیل یک نوع آنتیبادی خاص را میسازد؟ اگر یادتان باشه ما میبینیم لمفوسیت های بی یا بی سل ها هستند که میتوانند آنتیبادی خاص تولید کنند. گزینه 2. و سوال آخر را توجه کنین، ماده ای که عکس العمل معافیتی بدن را تحریک میکند عبارت است از آنتیژن. اگر یادتان باشه ما گفتیم هر مولکولی که بتواند سیستم معافیتی بدن را تحریک کنه بهش میگیم آنتیژن. و این گزینه را میبینید در قسمت 3 درج شده. پایان این جلسه را با هم دیگه داشتیم. امید است که مفید واقع شده باشه و شما را به خداوند منان میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.